این هفته خبر تو خبر داره براتون از دجالیت آخوندهای حاکم که همشون از تیر و طایفه یزیدن، بعد با دجالگری و آبغوره‌گیری برای امام حسین روزه میخونن. از رئیس جمهور روزه خونشون بگیر. گفت پدر این جد من رسول خداست که در کنار من ایستاده است، سقانی به کأس هل اوفا، گفت جام آبی رو به من داد، سیرابم کرد لا ظمأ بعدها. تا این خولی عمامه به سر 40 سال اعدام کرده که حالا زور میزنه تا اشکی بریزه و بسیجی ها رو خر کنه. آیا کشتن بچه 6 ماه جزو جنگه؟ اسب تازوندن بر بدنهای بیجان، سرها رو از بدنها جدا کردن، سرها رو بر نیزه ها کردن، خیمه ها رو آتش زدن، سر مطهر ابی عبدالله رو در تنور انداختن. جنتی هم که انگار تنها بازمانده لشکر یزیده و خودش تو صحنه حضور داشته، برای که یه قطره اشک از چشمای بابا قوریش بیاد اینطوری تقلا میکنه. میاد شما منظر رو در نظر بگیرید، دلتون رو بفرستید کربلا و این منظر رو نگاه بکنید. ببینید یه جوان دختر نوجوان 13 سال غرقه به خون افتاده روی خاک، دشمن داره شادی میکنه، امام حسین پسر پیغمبر اومده به بالینش، او داره جن میده، آخرین نفسهای خودش رو داره میکشه. امام حسین میگه عزیزم بر من سخته. اما از همه مسخره تر جلسات عظما بود که خودش تنها پای منبر نوچه‌هاش نشسته بود تا براش روزه اختصاصی بخونن. البته بعضی از نوچه‌هاش هم سوتی دادن و وسط روزه خونی ترس عظما از دشمنانش رو لو دادن. اونایی که اونور آبن کاری باشون ندارم، چون نانشون تو همین کاره. اون تو آلبانی حقوق میگیره که این حرفا رو بزنه، دروغ درست کنه، مردم رو ناامید کنه. اون نشسته تو شبکه‌های ماهواره‌ای حقوق میگیره، اصلا پناهندگی بهش دادن تو اون کشور برای اینکه این حرفا رو بزنه. من با اونا کاری ندارم. اما دوستانی که گاهی تو فضای مجازی، تو سخنرانی ها، گاهی تو لباس خود ما می نشینید و همش مردم رو ناامید میکنید، والله پیش خدا مسئولید. همه این مسخره بازی ها و تقلاها برای اینی که جلوی چرخش تحولات رو بگیرن، اما خبر ندارن که کار از این کارا گذشته و به جایی نمیرسن. حالا دیگه تبلیغاتشون هم تبدیل به سوتی بازار شده و چپ و راست سیگنال ناامیدی میدن. یه نمونهش این مجری عمامه داره که میگه چرا همش جام زهر میخوریم؟ آیا این گونه است که ما خوب میجنگیم، خوب مقاومت میکنیم، تحریم رو تحمل میکنیم، فشار تحریم هم در درجه اول روی مردمه و بعد واقعا حداقل آدم احساس این که همش داریم جام زهر مینوشیم؟ چرا این اتفاق داره میفته؟ از اونجایی که ریزش تو نظام بیداد میکنه و همه در حال زیر سوال بردن عثمان، خرچنگ ولایت مجبور شده به صحنه بیاد و از این فتواهای دوغکی بده. حرام است در مجلسی بنشینی که ببینی رهبر نظام اسلامی رو زیر سوال میبرن و شما هیچی نمیگی، هیچ موضعی نمیگیری. این منکر سیاسی است. حرف منم نیست، حرف امام صادقه. بوفالوی ولایت هم اینطوری با باند رقیب تصفیه حساب میکنه و دولت شیخ فری رو زیر علامت سوال میبره. دولتی که در ابتدای دوره اول ریاست جمهوری ادعا کرد 100 روزه مشکلات رو حل میکند، 3 تا 100 روز و یک 65 روز این دولت فرصت دارد برای این مشکلات. خلاصه این که هر چقدر وضعیت برای رژیم وخیم‌تر میشه، لگد پرانی باندا هم بیشتر و بیشتر میشه.
این مشنگ رو آوردن تا از امام مشنگا دفاع کنه، اما طرف بند رو آب میده و از انحصار طلبی و دیکتاتور مسلکی امامش میگه. در اصل ماجرا اجازه نمیداد دخالت بکنه. من حالا اگه لازم شد اینو میگم. امام همه رو دعوت کرد، اما جلوداری کار رو هیچ وقت از دست نداد و در شریک نپذیرفت. شیخ وری اخیراً گفته بود قرار برق بخشی از مردم مجانی بشه. حالا ببینید مجری تیویریش چطوری زیرا به این وعده کشکی رو میزنه. بریم سراغ بحث این چیزی که گفته بودن آب مثلا برق و برای 30 میلیون نفر مجانی میکنن. چی بوده این قضیهش؟ ما هرچی چرکته انداختیم دیدیم هر چقدرم صرفه جویی کنیم به اون مجانیش نمیخوره آقایه، مگر اینکه خونه خالی باشه، ویلایی خلاصه برای کسای اینا. این جماعت نه تنها چیزی رو برای مردم رایگان نمی کنن، بلکه تو سیاست چپاول تا میتونن همه چی رو گرون میکنن. اگه این اردک رو میذاشتن وزیر اقتصاد، وضعیت بهتر از این بود که هست. قمپوزای پاستور عباسی همچنان ادامه داره و با دجالگری دنبال پمپاژ انگیزه به بسیجی‌های لنگ در هواست. اگر فکر میکنیم امروز ابتدای محرم در دهه اول محرم تاسوعا و عاشورا عزاداری میکنیم برای امام حسین، به این فکر میکنیم گاهی اوقات که اگه ما در کربلا بودیم چیکار میکردیم. الان کربلاست، سوریه، یمن، عراق، لبنان، ایران. اگه دوره پیامبر و حضرت امیر و امام حسن و امام حسین بودیم چه کار میکردیم؟ حضرت میخواد ظهور بفرماد، ما قراره چه کار کنیم؟ خب همین الان در زمان مقام معظم رهبری کارمون انجام بدیم، ببینیم ما این کاره هستیم یا نه. حالا برای که معلوم بشه چی کار دارن میکنن، این گزارش مسخره رو ببینید که بسیجی‌ها دارن با آب هویج رزمندگیشون رو به نمایش میذارن. جهادی هم میان و کمک میگیرن از ما برای اینکه بتونن توی کارهای خودشون یه پیشبردی داشته باشن. خلاصه رزمنده بودن اسمش و مقامش اینطوریه که جا و مکان و زمان نمیشناسه. در هر جبهه‌ای و در هر صورتی که بتونه با هر وضعیتی خودشو نشون میده و این بچه‌ها الان خودشون اینجوری نشون دادن. این مداح مشنگم رفته خونه قاسم ترکیده تا با این روزها آبقوره‌گیری را بندازه. گفتم چی شد؟ انگشتر آجی رو اردن یا نه؟ آری اردن بالاخره انگشتر پیدا شد. امام سجاد تو خاکا میگشت. گفتن آقا دنبال چی میگردی؟ صدا زید حسین انگشتر ندارد. البته اینا در زمینه متد اشک ریختن و آبقوره‌گیری کلی آموزش دیدن و از این شیوه ها استفاده میکنن. لبات رو لبات فشار بده، صداتو در سینه حبس کن، داد نزنی ها. اگه درد خیلی فشار آورد داستان ترانه دزدی در بین مداحان حکومتی همچنان ادامه داره و این بار این بسیجی به سراغ ترانه از خانم مرضیه رفته. ساغرم شکسته ساقی، ساغرم شکسته ساقی، رفتم ز دست ساقی، ساغرم شکسته ساقی، رفتم ز دست ساقی، در میان طوفان بر موج غم نشسته منم، در زورق شکست منم، اینا خدای عالم بر موج غم نشسته منم، در زورق شکست منم، اینا خدای عالم. این نجم آرپیجی ها هم به آبقوره‌گیری تکنولوژیک رو آوردن و اینجوری برای عضواشون گریه میکنن.
بلبل خامنه‌ای هم میخواد ماشین زمان درست کنه تا عظما رو از بدبختی ها نجات بده. اگه تو دست و بالم یه ماشین زمان بود، جمع ما دخترها هم الان تو کاروان بود. همه سوار ماشین زمان از لابلای تقویم جهان رد می شدیم می رفتیم اونور بیکران. این هم صحنه ای از پریشون شدن عمامه یه آخوند در هیئت عزاداری. وقتی تیوی ریش تصمیم میگیره خلاقیت به خرج بده، نتیجهش این مسخره بازی ها میشه. میگه قهرمانان عاشورا در هر دو جبهه رو دعوت کردید تا به برنامه بیان. ما دعوت کردیم از قهرمانان واقعه عاشورا و نقش آفرینان در هر دو جبهه که بیان تشریف بیارن و اینجا ما از زبون خودشون بشنویم که چه اتفاقی افتاده. امشب افتخار داریم که در خدمت جناب حر بن یزید ریاحی باشیم. توی این مسابقه تلویزیونی هم مجری میخواد شرکت کننده رو بپیچونه اما دستش رو میشه. خدا رو شکر خوشحالیم که اومدین، اطلاعاتتونم خوب بود و 700,000 تومان جایزه نقدی همین الان براتون واریز شد. مبارکتون باشه. دوستتون دارم. من که شماره حساب ندادم. ندادین؟ نه. پشت صحنه خانم محمودی ازتون گرفتن. نگرفتن ازم. نمیدونم، حالا الان دوباره با خانم محمودی الان باهاتون صحبت میکنن و احتمالاً درستش میکنن قضیهشون. تا جایی که میدونن از شما شماره کارتو گرفتن. حالا بشنوید از رئیس جمهور مشنگ نظام که میخواد برای صدا و سیمای رژیم بازارگرمی کنه. یعنی طوری دروغ میگه که آدم سوالش میشه چرا دور و بریاش پوقی نمیزنن زیر خنده. اصلا صدای جمهوری اسلامی ایران امنیت خاطر میده. شما رادیو روشن کنید، اگه خدای نکرده رو موج ایران ببینید که صدا نمیاد، چی میشید؟ چه وضعی براتون پیش میاد؟ هر ایرانی ببینید صدای جمهوری اسلامی ایران خاموش شد در یک لحظه، حالا نمیگم یک ساعت، در چند ثانیه. به چه جا آرامش به هم میخوره؟ همه میگن چه خبر شده، چی شده؟ خود صدای جمهوری اسلامی ایران و سیمای جمهوری اسلامی یعنی رسانه ملی دقیقه به دقیقهش آرامش میده. البته واکنش واقعی مردم ایران نسبت به صدا و سیمای رژیم اینطوریه. در انتها توجه شما رو به شعری خطاب به خامنه‌ای جلب می‌کنیم که جوان هموطنی اون رو بر روی اینترنت گذاشته. شاعر درباریم، چشمم فقط مات شماست، دین من مجموعه ای از ابتکارات شماست. تا که دنیا آمدی یک یا علی گفتی و بعد نقل محفل‌های ما هی ذکر اموات شماست. ما که مثل خاتمی احمد نه محمد، سالهاست زندگیمان صرف کشف محتویات شماست. فک دشمن ناقص از ضرب آپرکات شماست. آنچنان فرزی بروسلی محو حرکات شماست. ارزش کل حیات بتهوون با بوعلی روی هم 1/15 از گاهی اوقات شماست. این که دشمن هیچ حتی یک عدد توریستن پانش ایران بیاد از افتخارات شماست. کل دنیا حسرت یک رب ملاقات ترامپ. این ترامپ در حسرت یک رب ملاقات شماست. کل آمریکا دیگر جزء ایالات شما. در کلیساها فقط حرف از روایات شماست. گفته شد در قم که تا هستی نمی آید عذاب. پس بلایای طبیعی اختلالات شماست. بهترین تصمیم عمر نخبگان سرزمین در عمل ناپخته تر از اشتباهات شماست. با دموکراسی دینی برگ شیطان ریخت چون انتخابات حقیقی انتصابات شماست. شکر بانک مرکزی صندوق امانات شماست. امنیت در منطقه مدیون الوات شماست.
این که محمود و حسن جفتی خرابن از منه، این به من نزدیکتره، این از عبارات شماست. ما با 2 تا بربری در هفته هم سر میکنیم. دیگه هر چی غیر از این از ریخت و پاشات شماست. ما که میلولیم در بیپولی و بیچارگی، چون که شادی های ما قدری مجازات شماست. من که در 6 سالگی گفتم که از ما که گذشت، آن بلوغ زودرس هم از کرامات شما